له. در ابتدای عقیده گفته بودند که نقولو، یعنی ما اعتقاد خود را بیان کرده میگوییم که ان الله واحد لا شریک له، الله تعالی یگانه هست، شریک ندارد. و بعد اینکه درباره توحید سخن کردن که آن صحبت هم توحید ربوبیت و هم توحید اسما و صفات و هم توحید الوهیت را شامل بود، بعد از آن گفتن که و این محمدا عبده المصطفى، و ما میگوییم که و البته محمد صلی الله علیه وسلم بنده مصطفی هست. مصطفی یعنی اختیار کرده شده، یعنی از روزی که الله تعالی حضرت آدم علیه السلام را آفرید تا امروز و تا روز قیامت چقدر انسان ها در این دنیا زندگی میکنه، این غیر الله تعالی دیگه کسی نمیداند. از بین این قدر انسان ها و جن ها و نه فقط انسان ها و جن ها، از تمام مخلوقات حتی از فرشته ها هم بهترین مخلوق خود این محمد صلی الله علیه وسلم را قرار داد. بزرگترین مخلوق از روی قدر و قیمت و منزلت و مرتبه این جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اما بزرگترین مخلوق از روی حجم این عرش است. الله تعالی خالق است، غیر الله تعالی دیگه همه مخلوق است. و در بین مخلوقاتش محبوب ترین مخلوق الله تعالی به الله تعالی این جناب پیغمبرمون حضرت محمد علیه السلام هستند. بنابراین در بیان عقیده گفتن که و این محمدن عبده المصطفى، و البته ما چنین اعتقاد داریم که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بنده الله تعالی، یه بنده ای که از بین این قدر مخلوق ها مصطفی استفا کرده شده، یعنی اختیار کرده شده. الله تعالی از بین این قدر مخلوقات زیاد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را بهترین انسان ها گردانید. بعد اینکه درباره الله تعالی سخن کردن، درباره محمد صلی الله علیه وسلم شروع کردن، برای آنکه در کلمه توحید و در کلمه شهادت که به همین کلمه بنده مسلمان میگردد، اشهد ان لا اله الا الله قسم اولش و قسم دومش و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهادت میدهم، گواهی میدهم که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر خدای حقیقی نیست. هست خداها، لیکن اونا خداهای باطل، اونا خودشون پیدا شدن، اونها رو ساخت دیگر کس، به اون نام گذاشت. اونا نه میشنون، نه میبینن، نه فایده میبیارن، نه ضرر را دفع کرده میتوانن. اما الله تعالی الهی حقیقی هست. لا معبود بحق الا الله عز وجل، معبود حقیقی نیست غیر الله تعالی. و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله، یعنی فرستاده الله و بنده الله. این دو قید شرط است. بنابراین مصنف هم و این محمدن عبده المصطفى گفتن، بنده گفتن، قید بندگی را آوردن. و در بعضی نسخه ها و ان آمدگی هست، و ان محمدن آمدگی هست، لیکن اینش به حقیقت نزدیکتر است. و این محمدن، محمد این نام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و نام اساسی و نام مشهورترینشون که در قرآن هم الله تعالی به همین نام پیامبر صلی الله علیه وسلم را ذکر کرده است. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. محمد پدر یگان مردهای شما نبود. محمد پدر یگان مردک نیست، ولكن رسول الله. فرزنداشون قاسم و عبدالله و ابراهیم اینا در کودکیشان گذشت به
به منزلت مردها نرسید. 2 سالگی و 1 سالگی و 6 ماهگی و 1 سال و 8 ماهگی همین آوان از دنیا چشم پوشیدن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم پدری دخترها بودند، نه پدری مردها. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، لیکن محمد رسول الله بود و خاتم النبیین و پایانی پیغمبرها بود. و این چنین در سوره احزاب است. در سوره فتح هم الله تعالی که محمد رسول الله، محمد رسول الله است. در اینجا هم نام ایشان را گرفت. و دومین نام مشهورشان این احمد است که در سوره صف الله تعالی ذکر کرده است. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. یأتی من بعد اسمه احمد، این از زبان عیسی علیه السلام نقل است. حضرت عیسی گفتن که من شما رو خوش خبر میدم به یک پیغمبری که بعد من میآید اسمه احمد، نامش احمد است. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که انا محمد و انا احمد، من محمد هستم و من احمد هستم. و این دیگر نام ها، 3 نام دیگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. در کتاب جلاء الافهام همه آن را ذکر کرده و تفصیل تر آنجا آیدی نام ها معلومات دادند مصنف. و این محمدا عبده المصطفى، و البته محمد صلی الله علیه و سلم بنده هست. در اینجا رد به آنهایی که غلو میکنند در حق جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونا فکر میکنند که ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم، گفته غلو میکنن. غلو یعنی زیاده روی، یعنی از مرتبه‌ای که دارن بالا میبردارن به مرتبه الوهیت، به مرتبه الهیت، به مرتبه الله میبردارن بعضی انسان ها. البته این شرک است. بنابراین کلمه عبد حتی در قرآن در بزرگترین مقام ها و در مقام تعریف و ثنای الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با صفت عبودیتشان ذکر کرد، بنده بودنشان. و این چنین تمام آنهایی که در زمین و در آسمان هستند اینا همه بندگان الله هستند. الله تعالی میگه که این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، هیچ کسی نیست در این آسمان ها و در زمین ها مگر روز قیامت و نزد الله تعالی همچون بنده می بیاید. بنده، فرشته ها بنده هستند. الله تعالی میگه که بل عباد مکرمون، بلکه فرشته ها بندگان الله هست، آنها در نزد الله تعالی اکرام شده هستند، ولی دختران الله تعالی نیستند. بل عباد، بلکه آنها بنده هستند، بنده های الله تعالی هستند. لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون، آنها فرمان پروردگاران نافرمانی نمیکنند. وقتی که الله تعالی سخن میکند از قوتی سخن الله تعالی با برابری شنیدن سخن الله تعالی و از هیبت کلام الله تعالی اونا بیهوش میشوند. اونا از الله تعالی پیش نمیگذارن، اونا سخن الله تعالی را تصدیق میکنن، اطاعت از الله تعالی میکنن، نافرمانی نمیکنن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اونا الله تعالی رو هیچگاه گناهکاری نمیکنن، بلکه همیشه فرمانی که الله تعالی برایشان داده اون اجرا میکنن. الله تعالی در سوره انبیاء که بل عباد مکرمون، اونا بنده هستند. اینچنین پیغمبرها بنده هستند. الله تعالی درباره نوح گفت که انه کان عبدا شکورا، حضرت نوح بنده شکرگوی بود. ببینید بنده گفت. و اینچنین الله تعالی گفت که فکذبوا عبدنا در سوره قمر، بنده ما را اونا دروغ شمردند، باور نکردن بر رسالت و پیغمبریش. و درباره داوود گفت که واذکر عبدنا داوود ذا الایدی انه اواب. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ای مسلمان، واذکر عبدنا داوود،
یا مراتبه بنده ما داوود را به خاطر بیار. ذوالعید صاحب قوت بود، شاه بود، ملک داشت. انه اواب، بسیار به سوی پروردگار بازگردنده، توبه کننده، ذکر کننده و شکر گوینده بود، بنده بود. و این چون در حق سلیمان که نعم العبد انه اواب، خیلی بنده خوب است. در حق داوود هم آمدگی است. و ذکر عبدنا ایوب، بنده ما ایوب را به خاطر بیار. در حق عیسی که این هو الا عبد، عیسی را پسری خدا میگفتند نصرانی ها. الله تعالی که این هو الا عبد، او چیزی نیست مگر بنده است. از مرتبه بندگی بالا نبردارید، یعنی بندگی پیغمبرها را اقرار شوید. بله آنها پیغمبر بودن، از عموم انسانیت فرق دارند. یعنی از مرتبه رسولی اگر کسی پایان فرارد این تفریط است. کسی از مرتبه رسولی بالا بردار افراط است. افراط و تفریط این هر دو مذموم است. یکی خنک نظری، تحقیر، یکی زیاده روی، اینا درست نیست. بنابراین کلمه عبد ضرور است. و ان محمدا عبده المصطفى.